میدونی ترسناکترین چیز تو بزرگ شدن چیه؟ اینکه یه روز بی هوا وسط یه سکوت یا یه دلشکستگی میفهمی داری به خاطر زخمی درد میکشی. زخمی که سالها پیش وقتی هنوز یه بچه بودی بهت خورد. همون روزی که گریه کردی و گفتن بس کن. وقتی ترسیدی و گفتن چیزی نیست. وقتی فقط محبت خواستی ولی هیچ کس نبود. اون کودک هنوز توی وجودته، اما نه شنیده شد نه دیده شد. و حالا گاهی از رفتارهای امروزت فریاد میزنه. ترس از رها شدن، خشم ناگهانی، نیاز بیپایان به تایید شدن. میدونی دردناکترین بخشش چیه؟ اینکه ما اغلب با همون زخم‌ها پدر و مادر میشیم و گاهی داستانی که ازش رنج بردیم و دوباره تکرارش میکنیم. واقعیت اینه بیشتر والدین ما هم بچه‌هایی بودن که کسی براشون وقت نذاشت. نه مقصر بودن، نه آگاه. اما حالا تو میتونی آگاه باشی و همین یعنی فرصت برای رهایی. وقتی اون کودک درونت رو بغل میکنی، وقتی بهش میگی دیگه تموم شد، من اینجا، یه صدا آروم از درونت میگه بالاخره یکی منو فهمید. و همون لحظه شفا اتفاق میفته. عشق دوباره معنا پیدا میکنه، برای خودت، برای فرزندت و برای تمام نسل‌هایی که بعد از تو میان.